بازی بین دستای سامان دو منوت چند منوت بازی 30 دقیقه است. بازی در میدانچه ورزشی اخیده سامونی است. لینیا سال اخیری است دینا نه بچه التیمو پاس اونجا داری خط سال اخیری است لینیا روگا میدم اکای بازی لینیا دینا بازی بین دستای اخیده سامونی آنها که سامان دو و زرافشان دو وحدت کام وحدت ها وحدت دستی وحدت دست بخش میپرسم وحدت سامانه مهمانا باشد اگر در کانال ابونه شدن رو فراموش نمیکنیم. ویدیو رو پدلیت به یار و دوستو و اینچنین لایک کامنتر رو بگذارید تا اینکه ویدیو ما بیننده زیادتر شود. مال خیلی نه مور جاست بچه عمر باز دسته زرافشان دو همش بچه جوان چولک تا حال بازی خوب نشون داده شدن. متاسفانه یکی از بازیگرها جراحت وزنین برداشت بعد از آن که تو رو با گفت روسا چهره سویه زد.
بله دوستو با اصول قیچی توپ رو گردونید، اما در وقت افتادنش کمی جراحت برداشت. بابا یک تا تو قبول جاست کن رفت پیش برا حال این میره باشی زخمی میری میری زسه بیا هم کنیم موجان نمونه حساب بازی تا حال 0-0 است. سلیمانوف دیگه هم بس سلیمانوف بودن نه تو فورا گل گل اولین گل و دروازه زرافشان 2 گل سلیمانوف به انجام رسانید. البته دسته جوانانی
درخشان فهمیدم ممکن چون بار اول است که در همین گونه میدان ها با چنین رقیب ها بازی دارن. مانو شوشا میشه شافرا شوشا حالا بخیر شوشا میشه بابا بخوره مانو شوشا میشه یا همینو فویل کردم بین الان ببین عزیز گیگی سلام فیل گشته تو میشه فاروق چی بابا فاروق بعد دوم دست دوم مولان خوب جا بوده چکو که؟ اما کریل نایمدم بکن کریل دوست کن مرخشون لینیا بیرم برس بکه بینه سلام علیکم مانه با شوشا میشه خیلی از اینه با امپولو بابا همونی بشه بابا همونی بشه ای بابا بازی ما پاریس کردیم بعد نه بعد همین تو تمام بازی نه بذار من باید بشه انا کی شوشا میشه بابا شوشا میشه بابا شوشا میشه
اساس هیچ کی نیست به هر دو دسته کامیابی ها را خواهان هستیم دوستو. این زمان بازی حساب 1-0 است بر فایده دسته وحدت سامانیان. بازی پیشینه بین دسته کمسمال و عقیده زرافشان یک بود. بازی خیلی جالب اومد. حساب بازی 3-3 شد و با سلسله ضربه های پنالتی دسته زرافشان غالب این بازی اومد. البته با سعی تلاش های دروازه‌بان این دسته اکای جهانگیر که اکای جهانگیر خیلی خدمت کردن برای دسته و دسته را از ورطه مغلوبیت به سوی غالبیت کشاندن. بهترین و در حال یکی از مخلصا اون کس رو با 100 ثوانی سرفراز گردانید. اکای عبدالغفار یکی از صاحبکار انفرادی دستگیری کردن اکای جهانگیر، یعنی که یک گل داشتن 100 ثوان، اگر 2 گل می داشتن 200 ثوان صاحب میشدن. بهترین گل، بهترین حساب بازی 2-0 شد بر فایده دسته سامان، یعنی که وحدت سامانیان. گل دوم را بدرزاده حسین به انجام رسانید. برای مخلصای دسته زرافشان نوار کرده که در فدراسیون رسمی مخلصای دسته زرافشان در انگلیا، یعنی که بریتانیا کبیر، این بازی رو برای خود زکاس کرده بودن تو اینکه ما برای آنها نوار برداری کرده این بازی را برای آنها پیشنهاد کنیم. مخلصا در تمام روی دنیا دسته زرافشان مخلصی کردن. قریب بود که توپ به دروازه داخل شد. وقتی بازی شد بابا میره بردار فیرو خیلی سعی و تلاش کردن دسته عقیده زرافشان که زرافشان 2 برای گلزن اما به ثمره. غالبیت رو خواهان است. بله تقریبا تا آخری بازی 4 دقیقه دیگه باقی مونده است تا وقت اساسی بازی.
حساب حالا 2-0 است بر فایده دسته زرافشان. یک گل زد. یک گل دیگه است. یک گل دیگر سلیمان است. هیچ خوش میاد اینجا. نه گل میخوام میکنی. دوستان در کانال مهمون باشید، ابونه شدن رو فراموش نمیکنید، کانال دستگیری میکنید. ضربه های نوانیق تقریبا 2 دقیقه مانده است تا وقت اساسی بازی. İyi, nerede? Ne oldu ne zaman çabuk beni bolcot bir. Saat oliş. بخش اولی بازی به انجام رسید. حساب بازی 2-0 بر فایده دستی سامونیان، که وحدت سامونیان است. سراش کنی.